سلام. امروز میخوام حرفای تنهایی یه جوون 18 ساله رو براتون بخونم. یه جوونی که نثر عالی، خط عالی، افکار عالی و مهربونی عالی داشت. اما متاسفانه خیلی زود همه اینا رو به زمین سپرد و از بین ما رفت. براتون میخونم، شما هم با خوندن یه فاتحه روحش رو شاد کنید. پرسش ها و آرزوها در هم تنیدند. چرا یک ماهی قرمز در حوض زمان نیستم؟ چرا سنگ پاره ها چهره زمستان را نمی شکنند؟ چرا شادی های زمینی از دلم کوچ نمی کنند؟ شاید ندانی، شاید هیچ وقت به تو نگفته باشم که سالها قبل نیمی از خود را در تالارهای متعفن فرعون گم کردم. شاید ندانی که در روزگار بی موسی همه کلمه هایم را در سبد گذاشتم و به دست نیل سپردم. دریغا بی تو بودن، دریغا بی تو رویدن، در خارزارهای تغافل باید از کرانه های روز تو را صدا زد تا آفتاب به رنگ تو بتابد. وقتی شب عمیق می شود باید دل را به سوی ماه پرتاب کرد. شنبه ها را با حسرت می بویم. یک شنبه ها را به خاطر ناقوس هایی که تو را در شهرهای یخ زده می پراکند دوست می دارم. از دوشنبه ها گلی می سازم برای مرز آرزوهایم. سه شنبه ها را به پای کبوتری عاشق می بندم و برایت می فرستم. عطر چهار شنبه ها را روی پیراهن جوانی هایم می پاشم. پنج شنبه ها را قاب می گیرم و جمعه ها را پرچمی از مهر می کنم تا مقابل قاصد آرزوهای تو به اهتزاز درآورم. در آرزوی آنم که شاید روزی نیم نگاهی را بنوازی و من از علفهای بی خانمان بلندتر شوم. همیشه وقتی چراغ روز رو خاموش می شود و شب در اتاقم بیتوته می کند، با خود می گویم شاید روزی پروانه هایی که روی پرده های دلم نشستند نوشته هایم را برای یکدیگر بخوانند و بالهایشان را برایم تکان بدهند. در آرزوی آنم که سیب ها بال در بیاورند، گلابی ها به دریا برسند و من مثل یک کوچه گمنام به خیابان خیال تو متصل شوم و عاشقان نگاه تو از سنگ فرش من عبور کنند. اگر کلمه ها یخ نمی بستند تو را به پایتخت روحم می بردم تا قامت فواره های زخم وداع را اندازه بگیری. ای تمام خوبی ها، ای سبزی درخت زندگیم.